لایک و ساب یادتون نره. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. سیخ؟ سیخ خارون. ممنون. اوه این چقدر خوشگله. دریا خودشو شسته.
بنشینیم غروب را تماشا بکنیم. هوا دیگه داره کم کم تاریک میشه. چقدر 2 صفحه به زحمت تونستم بخونم، اونم نفهمیدم 2 صفحه چی گفت. انگار داشتم خودمو زجر میدادم موقع کتاب خوندن. اصلا نمیدونم چرا گذاشتم به اینجا برسه که اینقدر واسه یک کتاب خوندن من باید زجر بکشم. نمیفهمم، هر صفحه میخونم نمیفهمم چی دارم میخونم. خیلی سخته. البته من هر چقدر بخوام از این کلمات منفی خیلی سخته استفاده کنم بیشتر طول میکشه، بیشتر سخت میگذره. صدام داره میاد. صدام یکی از بزرگترین مشکلات الانم، از اولم میدونستم ولی خیلی ها دارن به هم میگن، هم تو یوتیوب دارن میگن هم دوستام دارن میگن که برو میکروفون بگیر، صدات به زحمت داره میرسه. یه لحظه بگم کسی پشت سرم این مجسمه ها بودن. خلاصه این از این. کات بزنیم بریم روز بعدی. آخ، کنار قسمتی از دریا وایسادم که نشون دادم که دریا داره خودشو میشوره، بعد دور و برش حشره زیاده. ما هم بریم دیگه. خدایا بریم، فایده نداره، بریم. توی این قسمت قرار بود بیام یه سری آپدیت راجع به این چالشی که دارم انجام میدم بهتون بدم که یکیشون راجع به ورزش بود. ورزش رو من این چند وقته به چه صورت انجام میدم؟ ورزش رو اومدم به 3 قسمت تقسیم کردم. قسمت اول قسمتیه که صبح که از خواب بلند میشم یه سری نرمش ها انجام میدم که بدنم واسه یه طول روز آمادگی داشته باشه، حالا میخواد بعدش ورزش باشه یا کارهای روزانه باشه. قسمت دوم قسمتیه که یک سری ورزش ها واسه اصلاحیه قوز کمر یا قوز شونه، کدوم درسته،
واسه اون انجام میدم که همین اصلاحیه ها خودش خیلی تاثیر داره رو برآمدگی شکم. چون وقتی تو قوز داری شکمت میاد جلو، گودی کمر میگیری و خیلی خوبه که آدم هر روز این ورزش رو انجام بده، چون طرف نمیدونه، خودش هم نمیدونه که یه مقدار قوز داره، اصلا خبر نداره. من آدمایی رو دیدم که خیلی شوکه شدن وقتی که بهشون میگم قوز داری تو. من خودم هم خیلی قوز دارم، خیلی زیاد. بخش سوم هم مشخصا اختصاصش دادم به ورزش اصلی شکمی که شبا انجام میدم، معمولا شبا. حالا بخوام از تاثیراتش بگم، آره مشخصه بدنم بعد یه مدت که ورزش نکرده داره یه علائمی از خودش نشون میده. درسته که من دوچرخ سواری هم میکنم ولی مداوم انجام نمیدم دوچرخ سواری رو. حالا ببینین تا آخر سال چه اتفاقی میافته، ولی زیاد فکر نکنم اونقدر نشون بده. باید یه مدت تمرین کنم، ورزش کنم تا یه تأثیری رو ببینیم. نمیدونم. خب این از آپدیت این داستان. شب واسهتون سورپرایز دارم. میخوام یک کاری بکنم، 3مین بارمه دارم انجامش میدم. زیاد حرفه‌ای نیستم، توقع زیاد از من نداشته باشید. حالا بریم تا شب ببینم چه اتفاقی میافته. بشینم پای این گوشی این فیلم قسمت بخش آخر رو ضبط کنم و این ولاگ رو تموم کنم. نونایی که درست کردم رو دیدی. یکم مبتدیم، زیادی مبتدیم. تو ویدیو مشخص نیست، همش خمیر میشد. تازه بعد میخوردم، وگرنه اگه مثلا 2-3 دقیقه ازش میگذشت قابل خوردن نبود. ولی بجاش با بزرگم خیلی ازم تعریف کرد، شما نبودین. خیلی ازم تعریف کرد، گفت تو نوه مورد علاقه من هستی. نوه بزرگشم دیگه، حق دارم که ازش تعریف بشنم، حق داره که ازم تعریف بکنه. خلاصه روز من اینجوری تموم شد. این ولاگ رو همینجا تموم میکنم. امیدوارم که از یک روزمرگی دیگه از زندگی من لذت برده باشید. توی ویدیو بعدی میبینمتون.